سلام خدمت ارگ برتریای دوست داشتنی، امیدوارم هر جا هستید سالم و خوش و سرحال باشید. امروز اومدم که این آموزش رو بهتون بدم که چطوری ست رو وارد برنامه بکنیم و مهمتر از اون این که اصلا این ست ها رو به طور رایگان از کجا بتونیم دانلود بکنیم. ما هر جا میریم، حالا آهنگی که نواخته میشه یا ستی که هستش رو میخوایم به قولی تهیه بکنیم، یا باید مبلغ بپردازیم یا باید با وارد چند تا کانال عضو بشیم تا بتونیم از یک کانال مثلا تلگرامی بتونیم اون ست رو دانلود بکنیم و اون ست حالا دارای ایرادهایی خواهد بود و میتونه اصلا امنیت دستگاه شما رو مختل کنه و غیره. حالا آموزش اول ما اینه که گفتیم که چطوری ست رو وارد برنامه بکنیم. اولا باید توجه داشته باشید که برنامه‌ای که دارید ازش استفاده می‌کنید برنامه VIP باشه که با این آیکونی که این بالا هستش میتونه مشخص بشه که آیا برنامه ما که داریم استفاده می‌کنیم VIP هستش یا خیر. ما از قسمت منو رو کلیک می‌کنیم برای افزودن ست. قسمت منو رو که زدیم از قسمت اوپن اینجا بارگذاری یک ست رو می‌زنیم. حالا ما باید توی یک پوشه‌ای که توی خود برنامه ارگ اندروید هستش یا میتونیم اینجا ست ها رو بارگذاری کرده باشیم یا میتونیم اصلا توی پوشه‌ای که از قبل بوده ست ها رو بارگذاری بکنید. به عنوان مثال بنده توی خود نرم افزار گوشی یک پوشه‌ای تحت عنوان ست اینجا دارم که وقتی ما کلیک کنیم رو ست هایی که از قبل من اضافه کردم رو میبینید که اینجا هستم و از اینجا من میتونم خیلی راحت با یک کلیک اشاره کنم. برای مثال ما این ست لوری رو میزنیم که پردازش بشه و میاد بالا به همین راحتی. همین که خیلی راحت ست عوض شد. حالا ما میخوایم ست رو عوض بکنیم، دوباره از همون مراحلی که گفتیم طی میکنیم، مثلا یک ست دیگر رو بهش اضافه میکنیم. به همین شکل. حالا ممکنه اصلا سوال واسهتون پیش بیاد که همونطور که قبلتر گفتم این ست ها رو ما اصلا از کجا بتونیم دانلود بکنیم. برای این بخش باید وارد نرم افزار روبیکا بشید و وارد کانال ارگ برتر بشید که الان بهتون نشون میدم. این از کانال ارگ برتر. ما وقتی که وارد کانال ارگ برتر بشیم با یه همچین صفحه‌ای مواجه میشیم که می‌بینید ما اینجا انواع ست ها، ست گلچین شاد، ست بندری و ست های لوری و نظرسنجی که هستش و این گونه هستش که ما توی کانال روبیکامون ست ها رو داریم. ما این ست ها رو از همینجا میزنیم دانلود میشه و وقتی که دانلود شد ما اون رو به صورت یک فایل دانلود شده توی مدیریت فایل خودمون داریم و برای اون مدیریت فایل از قسمت خود گوشی خودمون یک پوشه براش درست میکنیم و حالا تحت عنوان هر آهنگی هر ستی که هست اون پوشه رو درست میکنیم و همونطور که گفتم وارد نرم افزار ارگ برتر میکنیم. پس ما یاد گرفتیم که چطور ستی که دانلود کردیم رو وارد برنامه بکنیم و دوم این که اصلا این ست ها رو از کجا دانلود بکنید. عنوان کانال ارگ برتر هم از قسمت روبیکا آموزش ارگ اندروید یا همون واژه ارگ برتر رو سرچ بکنید بالا میاد. اگه احیانا بالا نیومد شما میتونید از قسمت تلگرام به اون آیدی ادمین که مشخص کردم پیغام بدید، اونها راهنماییتون میکنن. باز هم اگه سوالی چیزی بود حتما از قسمت کامنت ها واسم بگید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما زنگوله بغل سابسکرایب رو هم فعال کنید که اگه ویدیوی جدیدی بارگذاری کردیم حتما در اطلاع باشید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.